خب اگر برویم سر اصل مطلب ما، و اون اصل مطلب انسان هست و روابطش با دیگران. این انسان از سوی در گروه‌های کوچک خانوادگی، در روستا، در ایل، در شهر با هم در ارتباطند، یعنی از گروه‌های کوچک تا گروه‌های بزرگ شبکه‌هایی رو به وجود میارند. این شبکه‌ها در قالب یک دولت ملت، اونچه که به گونه‌ای اختراع انسان بوده و شرایط اون از قرن 18 به بعد متبلور شد، شکل گرفت، پذیرش یافت و اساس عمده ارتباط انسانی بین دولت ملت هاست و در قالب دولت ملت ها افراد در گروه های کوچکتر در قالب دهکده ها، شهرها، ایلها زندگی می کنند. هر کدوم از ما در یک گروه صنفی حرفه‌ای حضور داریم. هر کدوم از ما در یک شبکه‌ای از دوستان، آشنایان، در یک شبکه‌ای از همفکران، در یک شبکه‌ای از تولید کنندگان فرهنگی قرار می‌گیریم و به تدریج می‌بینیم که انسان چند بعدی میشه. انسان یک بعدی، انسانی که 40,000 سال پیش در ابتدای نمادسازی، در ابتدای سمبل پروری، سمبل سازی، اختراع انسان، در ابتدای اون شروع کرد اولین بنیان‌های خانواده رو گذاشت. می‌بینیم که امروز تا چه حد حضورش پیچیده است در این دنیا. در این حضور پیچیده طبیعتاً هر کس حضوری داره در جهان و این حضورش رو از یک نظر میتونیم به نام جهانبینی بنامیم. جهانبینی اون چیزهایی است که کلاً آرزوها، امیدها، نقش آینده رو از یک طرف برای انسان رقم میزنه و از یک طرف حضورش در بین انسان‌های دیگه شکل میده. جهانبینی تمام اون باید کردها و نباید کردهایی است که ما در مورد خودمون، بدنمون، رابطه با بدنمون از اونجا شروع میکنیم، میریم تا اینکه با اطرافیان نزدیکمون، در خانوادهمون، در محیط کار، در محیط زندگی، در محیط آموزش و تا سطح دولت ملت ها. از اون طرف هم حتی بین دولت ملت ها اونچه که باید کرد و نباید کرد اون رو جهانبینی ها تعیین میکنن. این جهانبینی ها گاه به شکل مذاهب هستند، گاه به شکل جهانبینی های گروهی و دسته‌ای یک نام به خودشون میگیرن: مارکسیسم، لنینیسم، تروتسکیسم. گاه به شکل حتی کوتاه سازمان های سیاسی شکل به خودشون میگیرن و سازمان های سیاسی گسترش میدن حضورشون رو و میبرن حتی تا یک سری باید کردها و نباید کردهای فردی فراتر از اون ساختار حزبی میرن. به هر حال من این مقدمه رو مطرح کردم خدمتتون برای اینکه به پیچیدگی یک دولت ملت اشاره کنم. دولت ملت همه این پیچیدگی ها رو داره با توجه به پیچیدگی ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، ژئوپلیتیک که به ترتیب مشکل میشه و آنچه که ما رو به امروز به نام دیپلماسی، سیاست مداری میخوانیم که خوشبختانه در فرهنگ غنی و پربار ایران ریشه تاریخی داره و خوشبختانه ما حضورمون در جهان، مخصوصا زبان پارسی و فرهنگ ایرانی، همیشه با مسئله دانش سیاسی عجین و قرین بوده. به هر حال وقتی میرسیم به سیاست و دیپلماسی تمام این مراحل هست، تمام این مسائل، تمام این ابعاد هست، به علاوه این پروتکل، یعنی اون چیزی که ظاهر رابطه دولت ها و ملت ها را تشکیل میده برای اینکه پیچیده میشه.
به همین دلیل بسیار بسیار پیچیده میشه و اون پیچیدگی نیازمند یک نوع زبان خاصی است که به زبان دیپلماسی میگیم که بحث دیگه است. به هر حال این رو هم مطرح کردم خدمتتون برای اینکه بحث بکنم که من از چه زاویه‌ای دارم خدمتتون صحبت میکنم. یعنی اون چی که دل و جان من رو آماده میکنه که از دو تخصصی که درش پرورش یافتم استفاده بکنم و به مسائل ایران بنگرم، این عشق و علاقه و دوستی که دارم برای سازندگی ایرانه. زاویه‌ای که من از اون برخورد میکنم این که ایران ما حق داره که ملت دولتی بزرگ و سازنده در سطح این جهان باشه. هم ما زمینه‌های فرهنگیشو داریم، زمینه‌های طبیعیشو داریم، زمینه‌های ژئوپلیتیک یا سوق‌الجیشیشو داریم، زمینه‌های معنویش رو داریم. همه امکانات فراهمه که ایران بتونه مثل گذشته به جهان درس‌هایی رو یاد بده، ملتی پربار و سازنده بشه، ملتی بشه که زیر سقف یک سرزمین بزرگ و با غنای متفاوت، با غنای که امروز به رقم و عدد قابل شمارش این 72 میلیون انسان وقتی نگاهشون میکنیم میبینیم چه امکانات و پتانسیل و غنایی دارن. 1,648,000 کیلومتر مربع سرزمین ما دارای چه گسترش و پراکندگی و معادن و امکاناتی است. حتی کویرهای ما امروز ارزش‌های بزرگ تولید انرژی هستند. حتی خلیج فارس و تنگه هرمز مولدان آینده نیروهای برق و انرژی هستند. وقتی همچین نگاهی داشته باشیم ایران حقش ساخته بشه، هر چه زودتر هم باید ساخته بشه و فرزندان ما حق دارند که مانند تمام فرزندان دنیا از مجموعه کشف و اختراع و تکنولوژی و فناوری این جهان استفاده کنن، به بهترین نحو هم استفاده کنن. یک سقف بزرگ بزنیم، زیر این سقف همه با هم در خدمت سازندگی باشیم، حداقل یک نسل رو با فشار تمام. این موضوعی که من ازش نگاه میکنم، بررسی میکنم، آنالیز میکنم این است که اگر از این زاویه وارد بشیم، اصلی که من برش میذارم اینه که بسازیم این مملکت رو با امکانات تکنولوژی، امکاناتی که داریم از این پتانسیل استفاده کنیم، مملکت رو بسازیم، بریم جلو و بعد بحث های دیگری که طبیعتاً مطرح هستند. طبیعتاً یک ملت قدیمی بحث های مختلفی داره راجع به گذشته خودش، راجع به اندیشه خودش، راجع به مذاهب و موزاییک فرهنگ های مختلف. از این موزاییک فرهنگ های مختلف کرد و بلوچ و ترک و پارس و گیلک و مازندرانی و عرب زبان، از این موزاییک درخشنده، از این همزیستی زیبا، از این غنای داشتن هموطنان یهودی، هموطنان ارمنی، هموطنان آسوری، هموطنانی با اقلیت‌های دیگر، از این غنا استفاده بکنیم، از ترکیب مذاهب مختلف در اسلام، حتی شاخه‌های مختلف تسنن و شیعه استفاده بکنیم، حتی شاخه‌های مختلف شیعه، از این غنا استفاده بکنیم، ولی زیر یک سقفی که دارای امنیت باشیم، فرزندانمون بتونن دبستان و دبیرستان و دانشگاه برن، کتاب باشه، تمام امکانات ارتباط اجتماعی در اختیار همه این فرزندان باشه و بتونیم ایران رو بسازیم. و بعد هیچ اشکالی نداره که بشینیم زیر سقف‌های بزرگ دانشگاه‌ها در مورد همه اینها آرام و درست بحث بکنیم و ببینیم حقیقت و واقعیت در کجاست و مشکل ارتباطی ما چیست. این هم مسئله دوم که یه مقدار پایگاه اندیشه من رو نشون میده. ساختن ایران با تمام امکانات ما.